سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آخرین فصل کتاب رو با هم دیگه شروع میکنیم. توی قسمت قبل اومدیم داکر، اون پروژمون رو داکر کردیم. حالا در ادامه اسپرینگ یه روش راحت تری هم پیش پامون گذاشته که گفته که به جای اینکه دستی ما بیایم فایل جر رو بسازیم و ایمیج بسازیم، بیایم اینو بسپاریم به خود اسپرینگ که از اسپرینگ بوت نسخه 2.3.0 در واقع بیلد کردن کانتینر ایمیج ها اضافه شده و ما میتونیم از اون استفاده کنیم. برای این کار باید توی این قسمتی که CMD رو باز میکنیم mvnw spring boot build image رو بنویسیم، یعنی توی این قسمت CMD. حالا من قبلا نوشتم، صفحه‌شو نبستم که کامل ببینید. فقط یه نکته که وجود داره داخل اپلیکیشن، چون من یه سری داشتم آموزش میدادم تغییر داده بودم، وقتی این کدو می نوشتم که mvnw spring بود خطا میداد و از اسم اپلیکیشن ایراد میگرفت که من اومدم همین قسمت نیم اپلیکیشن رو گذاشتم رو همون چیزی که ساخته بودم از قبل، جهان تیچ گذاشتم موند و اینجام همین تغییر داده بودم، اینا رو گذاشتم جهان تیچ. خب بعد از اینکه اینو نوشتم شروع کرد یک فایل در واقع ایمیج طولانی رو، البته حجیمو از اینترنت دانلود کردن که اسمش رو من نگاه کردم چیه. تو اون قسمت توی CMD نشون میداد که حالا یکم دانلود شدنش خیلی داشت طول میکشید، معلوم بود حجم بود که بعد اینکه دانلود شد دیدم 1 گیگ خورده ایه و دیدم اسمی که نوشته بود اینه. خب اینو من کپی کردم آوردم اینجا توی داکر هاب سرچ کردم. وقتی که سرچ کردم آورد، حالا اینجا کپی رو زدم چون اونجا توی CMD خیلی کند پیش میرفت، من نمیدونم دقیقا، حالا اینجا باز واضح تر نشون میداد و اینجا همونطور که میبینید نوشتم داکر پول، همون اسمو که در واقع کلا اونو پیست کردم، همون اینجا پیست کردم، شروع کرد به دانلود کردن. اینا که همش میبینید نوشته دانلود پول کامپلت. بعد از اینکه دانلود شد من دوباره حالا نوشتم همینو ببینم که دوباره آورده همه رو، اینا رو یه بار دیگه نگاه کردم چون اینجا قسمت بالا یه سریاشون همونطور که میبینید ویتینگ مونده بود. دوباره نوشتم دیدم که نه، همش کامل دانلود شده. بعد توی این قسمت نوشتم که داکر ایمیجز که ببینم چه ایمیج هایی ساخته شده. این چند تا این ایمیج اولی است که قبل از این ویدیو آماده کردم توی ویدیو قبلی و این ستای دیگه برای این بخش هستش که حالا نمیدونم چرا اینو نوشته 44 سال پیش. اینا رو من الان ایجاد کردم که این همین که گفتم 1 گیگ و نیم حجمش بود که طول میکشید. خب بیایم توی کتاب. بعد از اینکه ما اینو اینجوری نوشتیم و هیچ اسمی برای ایمیجمون مشخص نکردیم، خودش میاد بر اساس اسمی که توی آرتیفکت آیدی قرار دادیم و ورژنش یک اسمی میسازه. ببینید آرتیفکت آیدی نامی که بود جهان تیچ بود و تگی هم که اونجا بود 001. این دوتا بر اساس اینا خودش میاد ایمیج رو میسازه و گفته که اگر دارید از گردل استفاده میکنید به این صورت بنویسید. بعد از اینکه ما اونو نوشتیم، میگم که چون هیچ اسمی براش مشخص نکردیم، داخل خود داکر میاد از پوشه لایبرری و این اسمی که اسم آرتیفکت و این نسخه که مشخص کردیم و به این صورت قرار میده. حالا البته ما اینجا نشون میده توی این قسمت وقتی هیچی نشون نمیده یعنی همون لایبرری هستش، تو پوشه لایبرریه، تو پوشه لایبرری که حالا اگه بخوایم رانش کنیم باید به این صورت اونو ران کنیم. داکر ران اسم پورت و
یعنی دقیقا اینجوری لایبرری و اسم اون برنامه‌مون و نسخش. پس اگه هیچ اسمی ایمیج تگی مشخص نکردیم پیشورز توی این مسیر میره و حتما باید اینو براش بنویسیم. خب اینجا من دستوری که گفته رو یه دور همه رو نوشتم که اگه به خطای چیزی باشه بدونم همون لحظه رفع کنم، که همون کدی که گفته بعدش اون ایمیجی که ساخته خود اسپرینگ اینجوری اجرا کنیم. و همونطور که تا الان متوجه شدید در واقع ما اومدیم پروژه رو کلین کردیم یعنی فایل جری نساختیم، خود اسپرینگ میاد دیگه فایل جر و بیلد و همینا رو میسازه. خب من اومدم اینجا اینجوری نوشتم داکر ران، پورت رو مشخص کردم و این اسم پروژم هستش، ایمیجی هستش که ساختم، لایبرری و اون جهان تیچ و اینم نسخش. حالا که ران رو زدم اسپرینگ شروع میکنه به اجرا کردن. خب من یه بار دیگه نوشتم که اجرا کنم، پروژه اجرا شد، میام توی لوکال هاست. خب الان دیگه پروژه اجرا شد. کنترل سی رو 2 بار زدم، از حالت اجرا خارج شد. خب در ادامه همونطور که حالا توضیح دادم میگه که وقتی ما هیچ تگ ایمیجی براش مشخص نمی کنیم پیشفرض میاد روی docker.io و لایبرری و این اسم پروژکت آرتیفکت و این قسمت هم که ورژنش رو برمیداره که از اون استفاده میکنه. و اگر ما بخوایم توی لایبرری قرار نده، یعنی اگه ما بخوایم ایمیجمون رو روی یک حالا ریجستری کنیم یه جایی مثل داکر هاب که اعضای یک سازمان بهش دسترسی داشته باشن، توی در واقع به صورت ریپوزیتوری نیم یه ریپوزیتوری باشه که نامی که خودمون میخوایم بهش بدیم، میتونیم توی وقتی داریم ایمیج رو میسازیم اینجوری بهش اسم بدیم و حتما هم اینم خاطرتون باشه که باید به صورت دی بزرگ باشه. اینجا الان کدش رو می نویسم میبینید. اگه گردل هم بود که کد پایین. وقتی ما اینو می نویسیم دیگه به جای اینکه پوشه لایبرری باشه، الان اینجا مثلا مشخص کرده تاکو کلود، به جای پوشه لایبرری این دیده میشه، این حالا اسمی که مشخص کرده. و غیر از اون اینجوری ما نام مشخص کردیم، میگه که اگر بخواید میتونید توی قسمت فایل pom.xml مون داخل کانفیگوریشن تگ ایمیج قرار بدیم و داخلش نام که تاکو کلود رو اینجوری مشخص کنیم براش و اینم اینجوری به صورت متغیر که به صورت داینامیک بخونه، از آیدی و ورژنش رو داینامیک بخونه، دستی وارد نکنیم. و اگرم که گردل بود این کد ها. خب بریم اون کدی که گفته رو بنویسیم. ما ببینید چون من نوشتم حالا دیگه تکرار نمی کنم، اسپلش رو میتونید ببینید دقیقا به همین صورت. داخل CMD من نوشتم اسپرینگ بوت build dash image و فاصله داره، دوباره داش دی بزرگی که چسبیده به اسپرینگ dash boot dot build dash image dot image name مساوی با حالا این اسمی بود که من قرار دادم ریاکتیو اسلش اینم که اسم پروژم دیگه، پروژم 2.001. حالا همینو من دوباره الان اجرا کنم یه ایمیج جدید برام میسازه که چون چند بار اجرا کردم دیگه من همون خط اجرا نمی کنم، ولی اینجا داکر ایمیج رو بزنم میتونید ببینید. ببینم بیاد بالاتر ببینید. خب این ریاکتیو جهان تیچ، این خط آخر همون هستش که با این کدی که نوشتم که 44 سال قبلم میگه ایجاد شده، این هستش. با اجرای این دستور اون ایمیج ایجاد شد. و در نهایت میگه که شما حالا هر ایمیجی که الان اینجا ساختید اینجا الان من ایمیج زدم، چند تا ایمیج ساخته دیگه.
این ایمیجایی که ساختید میتونید با دستور داکر پوش و حالا این اسمی که مشخص کنیم و توی ریجستری مثلا داکر هاب قرار بدیم که بقیه هم بتونن استفاده کنن. حالا بقیه میتونه اعضای سازمان باشه یا یه جای عمومی که مثل همون داکر هاب. و یک سایتی که خیلی محبوبه و ایمیج ها رو رام میکنه، مدیریت میکنه و استفاده ازش رو به افزایش هم هستش، سایت کوبرنتیز هستش که توی این قسمت میخواد استقرار اپلیکیشن در سایت کوبرنتیز رو بگه. البته خودش هم اینجا میگه که کوبرنتیز یکم منتشر کردن اپلیکیشن اونجا راحت هست، ولی هندل کردن و کارهای دیگهش مدیریتش اینا کلا سخته. یعنی به عنوان یک پلتفرم difficult to use، یعنی برای استفاده سخت هستش شناخته شده که حالا یک کتابی هم در این باره نوشته شده، کوبرنتیز این اکشن، در واقع در عمل به صورت پروژه محور منظورشونه. این اکشن میشه پروژه محور بودن. کتاب حالا ویرایش دوم توسط مارکو لوکسا. میتونید این کتاب بخونید و البته میگه که تو این ما الان قسمت پایانی این فصل هستیم، یه توضیح مختصری میده و میگه که ما نمیتونیم کل کوبرنتیز رو اینجا نمیتونیم توی این چند حالا پاراگراف و اینا چند صفحه توضیح بدیم، یه توضیح کلی میده. و از اونجایی که دیگه حالا منم این یتیکش رو همین طبق کتاب پیش میرم، چون توضیحاتی که هست باید مثلا این چیزایی که گفته شده رو یکی از اینا رو دانلود کنیم، نصب کنیم، حالا چیزای دیگهش هست. فقط همین به توضیح دادن از روی متن منم اکتفا میکنم. انشالله اگه وقت شد دیپلوی کردن اپلیکیشن روی کوبرنتیز هم توضیح میدم. و البته غیر از وقتم باید اکانتش رایگان باشه که بتونم اونجا اکانت بسازم. خب گفته که ابزارهای متفاوتی برای اینکه ما بتونیم از کوبرنتیز استفاده کنیم وجود داره، مثل آمازون، AWS، EKS و گوگل کوبرنتیز انجین که مخففش GKE هستش و که ما میتونیم کلاسترهای کوبرنتیز رو با استفاده از اونها ران کنیم. ایمپلمنت های زیادی از کوبرنتیز هست، مثل مینی کیوب که آدرس سایتش رو نوشته، میکرو، K8s و گفته حالا ابزار محبوب من کایند که اینم آدرس سایتش. چون تو قسمت بالا فقط اومده بود حالا کلاود فاندر توضیح داده بود یه پاراگراف و نوشته بود که کد استفاده از کلاود فاندری CF حالا پوش فلان، در حالی که همون CF رو باید بریم کلاود فاندری نصب کرده باشیم که همون یه خط رو بخوایم استفاده کنیم. احتمال زیاد اینم اونجوری باشه که به خاطر همین دیگه وقت برای اونا نمیذاریم اینجا. حالا جلوتر میگه این کد رو بنویسید که ارسال بشه یا دیپلوی بشه. خب برای اینکه در قدم اول ما نیاز داریم به یک فایل یمل که میگه که اینو فرقی نمیکنه که اسمش چی باشه ولی حتما پسوندش یمل باشه و توی یک پوشه به اسم K8s در قسمت روت پروژه این فایل باید باشه برای اینکه با استفاده از این کانفیگش با کوبرنتیز برقرار بشه. خب گفته داخل این فایلی که گفتیم این اطلاعات و این دیتا باید وارد بشه. حتی جزئیات این که هر کدوم از اینا دقیقاً چی کار میکنن توضیح نمیده، فقط به این دوتا در واقع اکتفا میکنه. میگه این نام مهمه، این نام چیزی که داخل کوبرنتیز شناخته میشه با این نام داره اونجا قرار میگیره. و دومیش یا مهمه اینم رپلیکاز، تلفظ درستش رپلیکز میشه ماکت ها که اینجا عدد 3 براش مشخص کرده. اینم توضیح داده، گفته ما توی این قسمت تاکو کلود و
اون عدد ورژنش رو به این صورت مشخص کردیم لیتست، دیگه عدد قرار ندادیم اینجا. این هم همون ایمیجی که الان تا الان ساختیم دیگه، ما چند تا الان ایمیج ساختیم، این آدرس اون ایمیج هستش. خب میخواد این رپلیکیت رو توضیح بده که اینو روی ست تنظیم کرده. این به ران تایم کوبرنتیز میگه که شما باید 3 تا نمونه که حالا 3 ست کردیم، 3 تا نمونه از این کانتینرمون رو اجرا کنیم که اگر به هر دلیلی یکی از اونها فیل شد، کوبرنتیز بیاد به صورت اتوماتیک مشکل رو یکیشو دان کنه و اون یکی نمونه رو استارت کنه. پس بعد از اینکه اون فایل رو ما ساختیم، کار دیگه که باید انجام بدیم این خط کد رو باید بنویسیم توی کامند لاینی که گفته تا اپلیکیشنمون روی کوبرنتیز دیپلوی بشه. اینجا خودشون فایل رو گفته ما در نظر میگیریم که حالا دیپلوی در نظر میگیریم، دیپلوی دات یمل، ولی هر اسمی میتونید خودتون بذارید. خب بعد از چند دقیقه که این دیپلوی طول کشید، یعنی این احتمالا دستور اجرا بشه، بعدش گفته با این دستور kubectl get all، شایدم kubectl نمیدونم چیه، خب get all، وقتی این دستور رو صادر کنیم حالا اینجا 3 تا پاد، به اونا میگم پاد، 3 تا نمونه، 3 تا نمونه مشخص کرده، اونا رو اینجا لیست میکنه. چون 3 مشخص کرده بود اینجا هم 3 تا و اسم یک رو اینجا انتخاب میکنه، جلوتر میخواد از طریق این رانش کنه. میگه که اون قسمت اول این 3 تا پادیه که ما دستی مشخص کردیم عدد 3 باشه. قسمت دوم ریسورس ها یا منابع خودشه و قسمت سوم ریپلیکار ست، منابعی هستش که برای کوبرنتیز تا در واقع به یاد داشته باشه بدونه که چند تا نمونه باید نگهداری کنه و بدونه. حالا یه دونه از اونایی که گفتم اونجا کپی کرده و به این صورت میتونه ران کنه. پورت فوروارد که مشخص کرده میگه درخواست میکنه تا در واقع این اندپوینت صادر میشه که درخواست ها رو از هاست ماشین، جایی که کلاستر کوبرنتیس در حال اجراست که میشه پورت 8080، به پورت پادها که اینجا هم بازم 8080 هستش بیاد اونو فوروارد کنه. بعد از اینکه این کد رو براش نوشتیم مشخص کردیم، حالا اگه توی مرورگر بزنیم http localhost 8080 اپلیکیشنمون ران میشه. انیبل کردن graceful shutdown. میگه چندین راه و چندین تنظیمات وجود داره که ما اپلیکیشن اسپرینگمون توی کوبرنتیز حالا فرندلی باشه، یعنی دوستانه باشه، نمیدونم دقیقاً چه کلمه استفاده کنم، با حالا لطافت و اینا با اپلیکیشن بخواد رفتار کنه. برای این کار ما نیاز داریم که graceful shutdown و liveness و readiness اینها رو میخوایم که تنظیم کنیم. هر موقعی که کوبرنتیس تصمیم بگیره یه دونه از اون پادها رو بخواد شاتداون کنه، اپلیکیشن خب در حال اجراست. برای این کار ما میایم این graceful shutdown رو براش انیبل میکنیم که وقتی تصمیم گرفت شاتداون کنه، حالا اون ثانیه‌ای که براش مشخص کردیم، بیاد اون ریکوست هایی که نصف کار مونده بیاد اونا رو هندل کنه، تموم کنه
و بعدش به آرامی در واقع شاتداون انجام بده و اینطوری نباشه که همون لحظه که شاتداون صادر شد بلا فاصله بخواد شاتداون کنه و درخواستایی که همینجوری هندل نشدن و همینجوری رها کنه. این graceful shutdown میاد این مسئله رو حل میکنه، چون وقتی اینو حل نکنه کاربری که حالا یه مقدار از درخواستش بهش برگشته پاسخ داده شده دوباره وسطش با ایرور مواجه میشه و زیاد حالا صورت خوشی برای کاربر نداره و حتی ممکنه اپلیکیشن هم قبل از اینکه دیتا رو کامل توی دیتابیس بنویسه از دسترس خارج بشه و شاتداون بشه و دردسر خب بیشتر ایجاد میشه. خب این توضیحاتی بود که برای graceful shutdown داده بود که چقدر ارزشش و تنظیم این کار حالا مهمه که باید توی فایل application.yamlمون server shutdown graceful رو براش ست کنیم. میگه با تنظیم کردن این graceful shutdown اسپرینگ میاد قبل از اینکه شاتداون بشه 30 ثانیه دیگه درخواست جدیدی رو قبول نمیکنه ولی درخواست هایی که وجود داره رو میاد هندل میکنه و بعد از اینکه درخواست ها حالا تموم شد یا این 30 ثانیه که مشخص کرده به پایان رسید حالا اپلیکیشن میتونه شاتداون بشه. و برای اینکه حالا اینجا به صورت پیش‌فرض اگر چیزی براش مشخص نکنیم 30 ثانیه هستش، اگر بخوایم بیشتر یا کمتر مشخص کنیم به این صورت اسپرینگ تو همون فایل یملمون application.yamlمون اسپرینگ لایف سایکل تایم اوت داش پر داش شاتداون فیز 20 ثانیه. خب تا اینجا اومد شاتداون رو حالا تنظیم کرد. غیر از اون میگه که ممکنه اصلا حالا شاتداون نباشه، ما باید لایونس و ردینس هم براش تنظیم کنیم برای اپلیکیشنمون، چون وقتی اپلیکیشن بلا فاصله بالا اومد هنوز نیاز داره که یه سری تنظیمات اولیه یا مقداردهی اولیه انجام بشه و قبل از اینکه این کار رو انجام نشه کوبرنتیز نباید ترافیک رو به سمت این اپلیکیشن که حالا یه دونه از اون نمونه اپلیکیشن ها ساخته نباید به این سمت هدایت کنه درخواستارا. خب برای این کار میرسیم به همون لایونس و ردینس. لایونس میشه سرزندگی، حالا زنده بودن یه اپلیکیشن و ردینس هم که آماده به کاره. این دوتا مورد وقتی ما توی اکچویتور هلز اندپوینت که نگاه میکردیم تو اون قسمت هم در واقع حالت کلی سلامت کلی اپلیکیشن نشون میداد. البته ما جلوتر میبینیم که میتونیم اینا رو انیبل کنیم توی اکچویتور. حالا اگه بزنیم جزئیاتشون رو به همون میگه که کدوم حالا ردینس یا لایونس کدومشون آن یا آپ یا داون هستن. خب این خوب در واقع اینجا داره تنظیمات کوبرنتیز رو نشون میده. میگه که این کوبرنتیز اینا رو ساپورت میکنه. حالا که ساپورت میکنه ما میایم اینا رو تو اپلیکیشنمون تعریف میکنیم براش. و برای دسترسی به این لایونس و ردینس توی از طریق اکچویتور هلث اندپوینت میگه توی شناخته شده است، در واقع توی اون اکچویتور زیر مجموعه هلث گروپ قرار میگیره. لایونس چی رو نشون میده؟ لایونس اینو نشون میده که اپلیکیشن به اندازه کافی سلامت هست و میتونه اجرای درخواست‌ها رو ادامه بده بدون اینکه نیاز باشه ریست بشه. حالا اگر اپلیکیشن لایونسش داون بشه، کوبرنتیز در واقع کوبرنتیز ران تایم کاری که انجام میده میاد اون پاد اپلیکیشنی که داره اجرا میکنه رو دوباره از اول اجرا میکنه، در واقع ریستارت میکنه. حالا ریستارت که نه، ولی میاد اونو خاتمه میده و یک نمونه جدید شروع میکنه و میسازه، چون دیگه زنده بودنش دیگه دانه، دیگه زنده نیست. و همونطور که گفتم ردینس هم
مشخص میکنه که آیا اپلیکیشن آماده هست که ترافیک رو بخواد هندل کنه یا نه. چون همونطوری گفتم به محض اینکه بالا میاد اپلیکیشن نیاز داره که یه چند تا مقداردهی اولیه یا حالا یه سری درخواست‌ها رو بخواد هندل کنه. اول اونا انجام بشه، بعدش میاد ردینسش رو روی اون مقداری که هست که نشون میده که آماده است ست میکنیم. حالا جلوتر میبینیم مقداردهیشو. بنابراین پس ممکنه لایونس یه اپلیکیشن ترو باشه ولی ردینسش ترو نباشه و تا وقتی که اپلیکیشن ردینسش ترو نشده باشه کوبرنتیس اصلا درخواست‌ها رو به سمت اون اپلیکیشن سند نمیکنه. خب برای اینکه این لایونس و ترونس و ردینس رو ما ترو کنیم باید توی فایل اپلیکیشن یملمون منیجمنت هلت پراپس انیبل رو روی ترو قرار بدیم. همین یه خطی که بنویسیم هر دوش در واقع با هم دیگه ترو میشن. خب حالا وقتی ترو قرار دادیم اکچویتور هلت اندپوینت رو که فراخوانی کنیم اینجا لایونس و ردینس هم زیر مجموع این گروپسه برامون نشون میده که گفته اگر به تنهایی من بیام بنویسم اکچویتور هلت لایونس یا اکچویتور هلت ردینس، یکی از این دوتا رو بنویسم فقط اون یه دونه رو برام میاره. و از طرف دیگه هم اگر ردینس یا لایونس دان باشه نتیجهش هم به این صورت خواهیم دید. خب این قسمت دوباره همونو توضیح داده. گفت اگه کوبرنتیز ردینسش دان باشه فقط کاری که اپلیکیشن اگر ردینسش دان باشه کاری که کوبرنتیز انجام میده اینه که ترافیک رو سمتش هدایت نمیکنه. اما اگه لایونسش دان باشه میاد تلاش میکنه، کوبرنتیس میاد تلاش میکنه اونو دیلیت میکنه، چون دیگه در واقع گفتم لایونسش دیگه دانه، اونو دیلیت میکنه توی پاد و یه دونه نمونه جدیدی توی جای اون ایجاد میکنه. خب اینجا توی این قسمت تو اون فایلی که ساختیم که حالا گذاشتیم deploy.yaml که پسوندش مهم بود یه سری کانفیگ ها میخواد انجام بده توی این قسمت بالاش که همون قبلی هاست. از اینجا liveness props که تا اینجا و این هم readiness props که یکیشو الان توضیح میده. اینو گذاشته 2 initial delay seconds 2 گذاشته و period seconds 5 گذاشته. این یعنی اولین بار در واقع 2 ثانیه بعد از اینکه اپلیکیشن بالا اومد کوبرنتیس بیاد اون اند پوینت رو چک کنه که حالا اند پوینتش هم اینجا مسیرش رو مشخص کرده، اینو برای لایونس اینم اینجا برای ردینس، و بعدش هر 5 ثانیه یک بار به این اند پوینت مراجعه کنه. بین اند پوینت ها اولش 2 ثانیه بعد از اینکه آغاز شد سیستم بالا اومد، سرور بالا اومد، اپلیکیشن بالا اومد، و بعدش هر 5 ثانیه یک بار با متد گت هم که حالا هست مشخص کرده بره اینو چک کنه. برای مدیریت کردن بیشتر حالا لایونس و ردینس وضعیت اون ما میتونیم کد نویسی براش انجام بدیم که مشخص کنیم وقتی که مثلا اپلیکیشنمون اول که اجرا میشه، همونطور که میدونید اپلیکیشن رانر، ما میتونیم توی این قسمت اولش ردینس رو به صورت پیش‌فرض ببینید روی رفیوز ترافیک قرار بدیم که به محض اینکه بالا اومد این اپلیکیشن تا وقتی که حالا اون تسکایی که مد نظرمونه انجام نشده این ردینس استیتش در واقع روی رفیوز ترافیک باقی میمونه و بعدش حالا میبینیم که میاد اونو وقتی اپلیکیشن آماده شد ردینس استیت رو روی accepting ترافیک قرار بده. خب پس دیگه کد نویسی خاصی که حالا نداره. availability change event dot publish.
اینم که همونطور که میدونید توی یه فایلی داریم که داخل پروژه‌مونه و از اینکه اپلیکیشن بالا اومد از اونجا شروع میکنه اجرا کردن. تو اون قسمت مینویسیم. حالا برای readiness در واقع accept یا refuse هستش، ولی برای liveness در واقع فقط وضعیت رو نشون میده، یا correct یا broken، که اگه correct باشه یعنی true up، ولی اگر broken باشه یعنی دیگه حالا دیگه مشکل پیدا کرده و دیگه قابل استفاده نیست و کوبرنتیس میاد اینو دیلیت میکنه و جدید میسازه. گفته وقتی یه خطاهای مهلک که رخ میده، شما میتونید سریع اپلیکیشنتون رو حالا کد نویسیشو لایونسشو بذارید روی بروکن. البته گفته چون هر 5 ثانیه یک بار داره میاد چک میکنه، اگر توی این 5 ثانیه اپلیکیشن مسئلهش رفع شد میتونید لایونس رو روی کارکت دوباره قرار بدید، وگرنه اگر تو همین بروکن بمونه 5 ثانیه که ست کردیم براش رسید، کوبرنتیس ببینه که بروکن هستش دیگه خب اونو دیلیت میکنه و پاد جدید تو اونجا میسازه. خب این توضیحاتی بود که کلا در مورد کوبرنتیس بود، انتشار اپلیکیشن توی کوبرنتیس. توی این قسمت آخر میخواد بیلد کردن اپلیکیشنمون رو به صورت فایل ور بگه. خب میگه که ما تا اینجای کار فایل اجرای جر ساختیم که تونستیم از طریق آیدی یا کامند لاین رو اجرا کنیم و توی سرورهای تامکت با استفاده از در واقع سرور تامکت اومده اونایی که غیر ریاکتیو هستن رو اجرا کرده، سرور تامکت، و سرور نتی اسپرینگ وب فلاکس تامکت اسپرینگ MVC رو اومده اجرا کرده، و نتی اپلیکیشن های اسپرینگ وب فلاکس که اپلیکیشن های ریاکتیو هستش. خب میگه ما اومدیم تا الان فایل جر رو به این صورت اجرا کردیم. حالا اسپرینگ بوت آتو کانفیگریشن باز هم یه سری کار راحت کرده و خودش میاد یه سری کانفیگار انجام میده. البته ما میبایست سری تنظیمات هم خودمون دستی انجام بدیم. میگه که مقدار خیلی زیادی رو این اسپرینگ بوت خودش میاد انجام میده و ما نیاز نیست که فایل web.xml فایل رو یا سرولت اینیشیالایزر، کلاس های سرولت اینیشیالایزر رو مجبور باشیم که تعریف کنیم. اسپرینگ MVC و اسپرینگ بوت آتو کانفیگریشن خودش میاد این کار رو انجام میده. اما اگر ما بخوایم که اپلیکیشنمون رو به صورت یک جاوا اپلیکیشن سرور، که اون همون اول این فصل گفتیم اگر میخوایم اپلیکیشن رو به صورت جاوا اپلیکیشن سرور ما توی سایت توی سرور مستقر کنیم، حتما باید بیلدی که میگیریم فایل ور باشه. وقتی ما فایل ور انتخاب میکنیم، یعنی گزینه ور انتخاب میکنیم، یه سری کلاس های سرولت میاد اینیشیالایز میشن و یه سری فایل های برای ور رو تولید میکنن. اول ما نیاز داریم که تا دیسپچر سرولت اسپرینگ رو کانفیگ کنیم، که این کار میتونیم از طریق فایل web.xml انجام بدیم، ولی از طریق اسپرینگ بوت اینیشیالایزر هم میتونیم این کانفیگ رو انجام بدیم، که خب از طریق کلاس راحت تره دیگه تا با فایل XML بخوایم کار کنیم. که اسپرینگ بوت سرولت اینیشیالایزر در واقع یه پیاده سازی شده یا ایمپلمنتیشن وب اپلیکیشن اینیشیالایزر هستش که خب مخصوص وب هستش دیگه. همچنین میگه که این اسپرینگ بوت سرولت اینیشیالایزر میاد بینهای داخل اسپرینگ اپلیکیشن کانتکست رو جستجو میکنه و هر نوعی از فیلترها، سرولت ها یا سرولت کانتکست اینیشیالایزر ها رو هرچی باشه اونا رو بایند میکنه داخل سرولت کانتینرش. برای اینکه این کانفیگ رو انجام بدیم یک کلاس میسازیم.
حالا اسم این کلاس هرچی میتونه باشه ولی باید اکستند کنه از Spring Boot Servlet Initializer و این متد کانفیگ رو اووررایت کنه. حالا ریترن میکنه بیلدر و سورسش هم این کلاس اصلی برنامه‌مون هستش، جایی که برنامه از اونجا آغاز میشه. و گفت نوشته از اونجایی که این کلاسی که هستش با انوتیشن @ Spring Boot Application انوتیت شده، به صورت ضمنی میاد خودش تمام کامپوننت هایی که لازم داره خودش دیسکاور میکنه، کشف میکنه و که دیگر کلاس های کانفیگ هر چیزی که هست و نیاز داشته باشه یا پیدا کنه همونا رو داخل کانتکست قرار میده. میگه که این کلاسی که الان ساختیم، این ساب کلاسی که الان ساختیم در واقع یک بویلر پلیت هستش. با این کد هایی که حالا زیاد شاید میشه گفت نوشتنش زیاد لازم نبوده یا کد های اضافی نوشته که یه همچین کلاسیه که احتمال زیاد شما اصلا دیگه نیازی به تغییر نخواهید داد، اصلا نیازی نیست اون رو تغییر بدید و اینکه برای هر اپلیکیشنی که بخواید اونا یکیه برای هر اپلیکیشن. البته برای هر اپلیکیشنی که بخوایم فایل ور بسازیم این دقیقاً همین کده و همین یک کلاسه، ولی نوشتنش که لازمه. در واقع این بویلر پلیت ها حالا خیلی جا تو کتاب استفاده کرده، اصطلاح دقیق فارسیشو نمیدونم چیه. منظور این که یه سری جاها ما یه سری کدها رو میتونیم مستقیم همون کدها رو ننویسیم یا خلاصه کنیم یا کدهای بهتری بنویسیم، از اضافه گویی پرهیز کنیم. کل صحبتش اینه یه سری جاها یه سری کدها هی تکرار میشه و زیاد کارایی نداره، اونا رو بهش میگه بویلر پلیت. خب حالا ما یک کلاس سرولت اینیشالایزر کلاس نوشتیم که یه چند تا تنظیم کوچیکم باید انجام بدیم. خب تنظیم که نه، حالا چند تا کار، یکیش این که توی فایل pom.xml حتما باید پکیجینگ رو روی ور ست کنیم و اگر داریم از گردل استفاده میکنیم به این صورت ست میکنیم. و در نهایت همونطور که توی پروژه توی ویدیو قبلی گفتم، هم از داخل اینتلیجی آیدیا توی این قسمت میتونید پکیج رو بزنید یا اینکه همین mvnw پکیج. حالا که چون جو مشخص کردیم فایل ور هستش دیگه، پکیجی که انجام میشه پکیج بندیش به صورت فایل ور هستش خروجیش. و اگه گردل هم هست این کد. و توی این قسمت گفتش که اگر حالا بیلد تموم شد شما میتونید توی پوشه تارگت فایل ور رو مشاهده کنید و برای اجرای فایل ور هم مثل همون فایل جر جاوا دشجر تارگت مسیری که حالا اسمی که مشخص کردیم و فقط آخرش به جای دات جر می نویسیم دات ور. و تمام به انتهای کتاب رسیدیم. حالا توی این قسمت هم میگه جایی که تمام شد، حالا کتابو میگه جایی هستش که ما شروع میکنیم، یعنی آموزش تمام شد. حالا ماجراجویی روی حالا توی اسپرینگ آغاز میکنیم و نوشته خیلی مشتاقم که ببینم که چه اپلیکیشن های هیجان انگیز و جالبی می نویسید با اسپرینگ. ادامه کتابم پیوسته که نحوه ساخت پروژه رو توی محیط های آیدی های مختلف توضیح داده. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.